سحر صفدری در امریکا با آلیانس آری آهنگ مشترک سرود. بالاخره سحر صفدری در امریکا هنرمند شد. افشای حقایق و رازهای ناگفته زندگی سحر صفدری در امریکا. سحر صفدری در امریکا مصروف چی کار باری است و آیا با واقعیت سحر صفدری از موجی باره شوهرش جدا شده یا خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما خوبان کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سحر صفدری یکی از هنرمندان جوان کاملا تازه کار که تازه با هنر موسیقی پرداخت. هرچند سحر صفدری یکی از مشهورترین و محبوبترین ژورنالیستان در میان رسانه‌های افغانستان بود. سحر صفدری از تلویزیون جهانی خورشید و کارهای رسانه‌ایش آغاز کرد، اما بعد از آن که شهرت و محبوبیت خوبی کسب کرد و تلویزیون جهانی طلوع را پیدا کرد و در تلویزیون طلوع برنامه‌های مختلف را می‌ساخت و مدیریت می‌کرد. سحر صفدری در تلویزیون طلوع با موجی بارز دوست و همکارش نامزد شد. ثمره ازدواج سحر صفدری و موجی بارز اکنون یک دختر است، ولی سحر صفدری تازه به هنر آوازخوانی روی آورده است و به همین دلیل مدت می شود از شوهرش به دور است. سحر صفدری می خواهد اولین آهنگ هنریش را با آلیانس آری و بازار هنر موسیقی در افغانستان عرضه کند. سحر صفدری عاشقانه به کارهای هنریش می پردازد که مورد حمایت و استقبال گرم قرار می گیرد و به همین دلیل سحر صفدری کاملا شکل و شمایل خودش را جراحی کرده است و چهره‌اش را تغییر داده است. جالب اینجا سحر صفدری بعد از آن که هنرمند شد کاملا از پرده رسانه‌ها به دور شد، ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله یزدان استدعا داریم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از سحر صفدری خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به علای منان سپرده، موفق و کامیاب باشید.